اینا رو بریدم. حالا اینا رو به وسیله واسط باید به هم وصل کنم، کنجا در بیاد. کنجا که در اومد اندازه پایه های کناره و سفر در بیارم، بعد به هم دیگه مونتاژ کنم. مرحله بعدی رو بهتون نشون میدم. خب دارم این فرموریا رو کشاشون رو میچسبونم به این صورت. این قسمت داخلشه. مرحله به مرحله میریم جلو. سلام دوستان، تا این مرحله رسوندیم کارو. قوساشو چسبوندم به کناره ها. الان فقط مونده سمیلای این داخلا رو ببرم، اینا رو هم بزنم. اینا رو بعداً بعد میزدیم به خاطر اینکه از اینجا بتونیم پیچ ببندیم، اینا رو به هم دیگه مهار کنیم، محکم کنیم. این سمیلا زیرشون رو البته 5 میل بعداً میزنیم که الان میخوام ببرم و بزنم. بعدم شروع کنیم بتونه کاری و تمیزکاری بره برای رنگ. مرسی، متشکرم. اون کنسولی که داشتم درست میکردم اینجا رسیده. سنباده کاری شروع کنم، بعد از اون بتونه کاری و رنگش رو بپاشم.